سلام به مخاطبین چالش بزرگ. اولین چالش رو با آمریکا شروع می‌کنیم. آیا عقب نشینی آمریکا یک نوع تاکتیک جنگی است یا واقعا شکست خورده؟ اول بیاین ببینیم دلیل اصلی حمله آمریکا به افغانستان چه بوده. بعد از حادثه ساختگی 11 سپتامبر، آمریکا گروهک تروریستی القاعده رو عامل اصلی این حمله می‌دونست و برای سرکوب کردن القاعده که از پاکستان به طالبان افغانستان پناه برده بودند حمله کرد. اما اکنون آمریکایی‌ها در حالی که مردم اردوی ملی افغانستان با طالبان مبارزه می‌کردند، به اونها خیانت کردند و افغانستان رو بدون هیچ واکنشی ترک کردند. آمریکایی‌ها با عقب نشینی از افغانستان میدون رو برای جولان دادن طالبان خالی کردند و غیر مستقیم از طالبان حمایت کردند. طالبان رو که یک گروه تروریستی معمولی بود به اولین ارتش تروریستی و سازمان یافته در جهان تبدیل کردند. بعد از این مباحث ببینیم که ارتش آمریکا چقدر و چند نوع تجهیزات جنگی مختلف در افغانستان جا گذاشته. طبق آمارهای رسمی از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی، ارتش آمریکا بیش از 10,000 خودروی سبک و سنگین جنگی و بیش از 200 عدد هواپیما و بالگردهای سبک و سنگین جنگی جا گذاشته که همه این تجهیزات در اختیار طالبان قرار داره. حالا طالبان مجهز به تمام تجهیزات جنگی شدند و قدرت طالبان در منطقه هر روز بیشتر خواهد شد. در حالی که هنوز پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق وجود دارند و با اینکه مردم و دولت عراق مخالف حضور آمریکایی‌ها در کشورشون هستند، حتی پایگاه‌های نظامی آمریکایی مورد حمله‌های گوناگون عراقی‌ها قرار گرفتند، اما هنوز ارتش آمریکا عراق رو کاملا ترک نکرده. در حالی که در مقایسه با عراق، ارتش آمریکا افغانستان رو در کمتر از 1 ماه ترک کرد. این عمل آمریکا ثابت میکنه که این یک تاکتیک جنگی است و این شکست آمریکایی نمایشی است. ایران هم به ظاهر نشان میدهد که آمریکا شکست خورده، اما خوب میداند که این عمل آمریکا یک نوع تاکتیک جنگیه. در ویدیوی آینده میخواهیم مذاکرات برجام میان آمریکا و ایران رو به چالش بکشیم. چالش هایی که شما دوستان تمایل دارین درباره آنها صحبت بشه، لطفاً زیر همین ویدیو کامنت کنید. با لایک ها و کامنت های سازنده خود ما رو حمایت کنید.